با عرض سلام و خسته نباشید به اعضای کانال طلسم نور. بسم الله الرحمن الرحیم. ان کان الرجال من الانس یعودون بالرجال من الجن فزادوهم رهقا. خب عزیزان، آموزش امشب یه آموزش خاص و بی خطر براتون آوردیم به نام باز کردن چشم سوم با سوره اخلاص. باز کردن چشم سوم با سوره اخلاص. خب عزیزان، بریم برای آموزش. ببین عزیزان دل من، برای باز کردن چشم سوم شما به مدت 3 تا 40 روز 3 تا 40 روز این میانگین هر روز امکان باز شدن چشم سوم شما هست. بعد از نماز عشا 14 مرتبه اول صلوات، 14 مرتبه صلوات. ببین عزیزان، شما نماز عشاتون که روز اول شروع کردید خوندید، 14 مرتبه اول صلوات میفرستید. این 3 تا 40 روز یعنی امکان داره بین 3 روز، 10 روز، 7 روز، 8 روز چشم سومتون در این کارهایی که میگیم انجام بدید باز بشه. شاید به 40 روز نیاز نباشه. خب بریم برای آموزش عزیزان. اولین نماز عشات که خوندی 14 مرتبه اول صلوات میفرستی و بعد 102 مرتبه سوره اخلاص میخونی. بعد از نماز عشا اخلاص میخونی. خب عزیزان، اول نماز عشات خوندی، 14 مرتبه صلوات میفرستی، بعد 102 مرتبه سوره اخلاص میخونی عزیز من. خب این سوره اخلاص در هر مرتبه که خوندی شما نیاز هست یه چیزی که من الان میگم. ببین الان مثلا یه مرتبه سوره اخلاص رو خوند، باید هر شب 102 مرتبه بخونی. خب حالا بعد از یک مرتبه که سوره اخلاص خوندی شما باید یه دعایی بنده بهت بگم. بعد از اینکه سوره اخلاص خوندی اینو بخونی، یعنی تو 102 مرتبه سوره اخلاص میخونی، 102 مرتبه هم این چیزی که من به تو یاد میدم. بعد از هر باری که سوره اخلاص تموم شد اینو باید بخونی. 102 بارم این باید بخونی، یعنی بعد از هر بار که سوره اخلاص تموم میشه. خب یا عبدالله، یا عبدالواحد، یا عبدالصمد، عجب، به حق قل والله احد، قل هو الله احد، الله صمد، الله صمد. یا ولم، نه، الله صمد، یلم ولد، یلم ولد
یولد ولم یکن لو کفوا احد. خب ان تکشفو، ان تکشفو عن بصیرتی فی هذه اللیله. بارک الله فیکم و علیکم. خب عزیزم، الوها تا اینجا که داری میبینی مرتب الوها، الاجل، الساعه، الساعه. خب عزیزان تا اینجا که فهمیدی چی شد؟ خب اینم نکن 102 مرتبه سوره اخلاصت میخونی، 102 مرتبه هم چون هر سری که سوره اخلاص تموم شد باید اینو بگی یا عبدالله یا عبدالواحد یا عبدالصمد، عجب به حق قل والله احد الله الصمد یلم ولد یلم ولد یولد ولم یکن له کفوا احد ان تکشفوا عن بصیرتی فی هذه اللیله بارک الله فیکم و علیکم الوها الوها الاجل الاجل الساعه الساعه. خب عزیز من، بعد از هر بار که سوره اخلاص تموم شد اینم میخونی، کلن که تموم شد برای اون شب 14 مرتبه هم صلوات آخر کار 14 مرتبه صلوات. خب این هم روش باز کردن چشم سوم. عزیزان برای اذن این کار باید کانال طلسم نور رو، کانال طلسم نور سابسکرایب داشته باشی. به همین راحتی عزیزمو باز کردن چشم سوم به روش سوره اخلاص. خب عزیزان انشالله که جایی براتون سوال اومد عزیزای دل بنده، زیر همین پست کامنت بذاری تا بنده راهنمایی کامل بکنم. و اما اینم از کتب که ما هر آموزشی داریم میدیم به روش کتبمون هست عزیزان. این کتب خیلی خاصیه، همه چیزش به طریق رحمانی باز میشه عزیز. مثلا همین باز کردن چشم سومت به طریق رحمانی است، نیاز نیست به طریق سلفی باز کنی چشم سوم تو. خب عزیزان موفق و مؤید باشید.